گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم ششم. ای نسیم سحر، آرامگاه یار کجاست؟ چشم ملا به دو جوال آرد افتاد که در خری کرایه بار کرده تا در خانه ملا آورده بودم. گفت اینجا بنشین. داملا همین حق خدمتانه خاکسارانه مرا قبول کن گفته خر را به در خانه ملا آورده تگ دالانش آردها را فراوردم. ملا صغیره گپت را گوی، مرا ارباب فتاح دعوت کردگی است. چی کاری تعجیلی به من داری؟ گفت او با وقار. می دانستم که با نزدیک شدنی بالشوای در ازاری ارباب هم کیک در آمده، اربابیش هم نمانده است و ملا در ماندگی مرا فهمیده نرخ خدمت را بلندتر کردنی شده دروغ می گوید. قصه را گفتم اما نام مهوش را نگرفتم. ملا دست سوی منه برده یک سلفه ساخته کارانه ملایانه کرده بار دیگر اوهو گفته بلم عاجزه شوهر داشته است میگویی؟ آره داملا جان گفتم. یعنی از 6 ماه بالغ مسئولیت زن و شوهری را، یعنی که مثلا قطعی مناسباتی نفس و نفیسه کرده است میگویی؟ بلم. باز پرسید داملا فکش را سوی آسمان یازانده نوک ریشی تونوکش را خاده کرده. آره گفتم با جدیتی زاری. زمان ناتینج بلم. مسلمان ها در تک و دو ضرور باشد روا باشد گفتند پیرانی ما. این خیل باشد او انا آن کاسه را پری آب کرده بیار. امر کرد ملا. همین طور کردم. ملا کوتاه کیم چیزی را قرائت کرده از من پرسید رضایت شما را می دانم بلم. عاجزه هم فرمودید که تن و نفسی نفیسه خود را به شما بخشیدند. فکش را پایین و با چشمانی عیارانه خود از پس ابروانی مثل جاروب کندک راست و خلنده به من نگاه کرده. آره داملا انیق همین طور. با شوق گفتم من خداوند رحیم و کریم و بخشنده گناه ها هستند. در همه اعمال راضیگی و خوشنودی بندگانش را می خواهند. نیازمندان راضی، خدا راضی گفتند بلم. و امر کرد از این آبی مصفا که نمکک از چشمه مزار مکرمه آوردند به نیت نوش کنید، اما 3 نیم با تنفس از نام خود، از نام شاهدان و آن عاجزه. فرمان را اجرا کردم. دامالله اکنون شمایان طبق شریعت نبوی زن و شوهر شدیتان. من 2 قد شده خواستم پای ملا را بوسه کنم اما او حاجت نیست بلم گویان مرا آرام کرد. از این عقد نکاحی که با شاهدی خداوند و ملائکه های نکاح صورت گرفت به کسی لب نکشای. زمانه ها ناتینج بلم. زمان کفار، زمانی نحس آمده است. میگویند بالشوای برای هر اعمال شریعتی حکم قتل میداده است. ای بر سر مسلمین چی بلای آمده گفته مرا تیزتر گسیل کردنی شد ملا. گفتم داملا آردها از خودم اما خر و جوال ها از مردم. اجازه دهید آردها را در کلیتان خالی کرده جوال های دست باف را به صاحبانش رسانم. داملا خوب صغیره نامرد بوده ای. 2 جوال بیجانی که در آوردی همگی فردا روز قیامت در بین ما و تو از این کار خیر که طلب شاهدان نکردم قامت راست کرده زبان برآورده چون 2 شاهد شهادت می دهند. اینها را من افشانده در گوشه خلوت پناه می دارم. رزق ملا از خدا گفتند. آرد هم برای ماهان ضرور نیست. البته من آنها را به بیوه و بیچارگان و درماندگان خدا می دهم. صدقه می کنم. آنچه کردم برای خیر کردم بلم. گفت در آخر به من با ستیزه. مطلب را فهمیدم. دیگر علاج نداشتم. منت و معذرت اظهار نمودم و آن درگاه را ترک کردم. اینک من و مهوش طبق شریعت زن و شوهری قانونی هستیم. سین و سالش از من بزرگ باشد هم زندگی بی مهوش بر من حرام. این سیری بود که همکنون این فقیر اظهار داشتم. سخنش را خلاصه کرد شربت.
نقل آسیابان عجیب باشد هم به گوش من ساز نمی در آمد. هوش و یاد من به خرامان بند بود، اما دیدم که کمال در بر ما نیست. آسیابان خواطری مرا حس کرده: پروا نکن، کمال پیش اپش رفته است. مهوش او را از جانش زیادتر دوست می دارد. چون این روش کار مرا خوشحال کرد و من جرأت پیدا کرده قصه عشق خود را به آسیابان تفصیل کردم. او گفت: ساربان، من درباره محبت تو به خرامان شنیده بودم. خود خرامان هم دختری عادی نیست. ملا دوستی ما را با مادرش می فهمیده است. شطاح خرامان از بازی که خود را شناخته است مرا می پایدگی شده است. باری به پدرش هم این را رسانیده است. ملا روز خوب مهوش را قمچین کاری کرده قریب به مردن رسانیده است. کودکهایش داد و فغان به آسمان ها برآوردند. اما بعدی که مهوش از مرگ نجات یافته زنده مانده است به او گفته است: من تو را باید برای این کارت به دار آویزم، اما دلم برای این دو کودکم می سوزد. مادری اوگای اینها را قبول ندارد. پدرم می گفت که زنهای دویم همگی به خطا می روند تا آتش سوزان رشک خود را با زن اول تسکین دهند. اما خدا به کسی که مرا یار کرد در جوانیم همه دندانهایم ریخت. آب دنیا را درکشم، از تشنگی سیر نمی شوم. از قدرت مردی خلاص شدم. شریعت هم برای آنکه بر تأمین نفسی نفیسه زن و بال نشود اجازه طلاق را می دهد. اما مرا بدنام نکن. آواز نبرار. اگر با آن صغیره پایلوچی یتیم باشی، پیش پروردگار سیر پوشیده نیست. خداوند عاقبت شما را سرشته می کند. من خطیب مسجد این دهه بزرگ هستم. نان من از پشت ارباب و قاضی و املاک دار است. آنها مرا احترام می گذارند. حامی شریعت می دانند. اگر این کاری غیر شرعی تو آوازه شود به من می خندند. به آبرو می شوم. مگرم من از این دهه به دوری ها کوچ بندم. حالان که در این دنیا برای من فقط یک راه باقی مانده است، آن هم لبی گور. مهوش را مولای دیوس و جاه طلب قسم داده است که این سیر پنهان ماند. مهوش به علامت رضا خاموش مانده است. من سخنها را نسبت به مادر خرامان شنیده باشم هم این گپ ها به گوشم نمی در آمد. هوش و یادم بند مقصود بود. انتظار پایین نقل آسیابان بودم و گفتم: این طور باشد ما یکدیگر را خوب می فهمیده ایم. چه خیلی باشد علاج خودت را یافته ای، مرا هم دست بگیر. تو مصلحت بینی من می نمایی. چیکار کنم؟ گفت: همه گپ در دست مهوش است. گفتم: چگونه او را بینم؟ چی گویم؟ آسیابان: من مهوش را دعوت می کنم. دیگر تو می دانی و اپهت. به فهم من این کار مشکل نیست. آن طلاهای برگکی که تو دیروز فرستادی به اینها رسید. مادر و دختر مات و محبود شدند. تو را انتظارند. طلای قمری کار کمری کرد. خودی آسیابان از دهه حاجیان خاولینگ در آرزوی خدمتگار یگان بای طلا فروش شدن و پیدا کردن قوت لایمود به این جاها آواره شده آمادگی بوده است. ته جایی نبود. دلم گوب گوب زدن گرفت. این زنک فتان چی می گفته باشد؟ حالم چی می شده باشد؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ آسیابان رفت. چند لحظه بعد در تاریکی قامت مهوش که به نامش مناسب بود شمع در دست پیدا شد. سلام دادم و والیکم السلامی او را هم شنیدم. شمع را از دستش گرفتنی شدم که آزار نکشد، آزاد باشد و من درد دلم را گویم. نخواست. مان باکی نیست. برای زحمت گرمی آوردنت رحمت، گفت با وقار. گفتم: ارزنده شما نیست. خوب شد که شمع در دست او ماند. شعله در شمال لپس زدن آن سیمای مهوش را از بالای قفس سینه تا سر و رویش پر جلا می داد و با پست و بلند شدن زبانه آتش لقای او مثل پری در نظرم می نمود. مهوش کله و کنده دخترش بود. با وجود تقریباً 35 ساله بودنش از دخترش مانندی نداشت.
با کرشمه و عتاب از این بنده از عشق ناتاب پرسید: ساربان، چرا درق درق می لرزی؟ تعریفت کردند که در بچگیت گشتنگیر بوده ای. به تو چی شد؟ چی معوا داری؟ گفتم: چنان صبر از دل من رفته است، می ترسم که در این مکانی غریبانه جانم از دست رود و خودکامی من به بدنامی نه انجامد. گفت: تیز تیز گپ زن صغیره، می بینی من تگ یک کرته. به پایش افتیدم و زاری کردم: اپای مهوش، معمای دل مرا می دانی. حکمت عشق فقط این سیر را می کشاید. من خرامان دختر شما را دوست می دارم. هرچند کشیدم از او رنگ آشنایی ندیدم. می دانم وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. چراغ مرده کجا و شمع آفتاب کجا روم؟ چی چاره سازم؟ قرار خواب و صبوری از دست دادم. امروز خاک آستان شما گشتم. خیز از جایت بچه، فرمود با آوازی آمیرانه مهوش و سخنش را ادامه داد: بای بچه، شاعر هم شده ای کو؟ گفتم: عشق خرامان مرا کتابخوان و شاعر کرد و این بیت را خواندم: عزم دیداری او دارد، جانی بر لب آمده، باز گردد یا برآید، چیست فرمانی شما؟ مهوش: بلا بوده ای جوان، کاش یاش می بودم و این سخنهای گشنواز را به من می گفتی. عمری من با ملای کوسه بی خبر از بوسه و آسیابان بی سرابان گذشت. صد حیف، طلای شگنا و دلی پدری گرسخته مرا در آب و مرا عاقبه در آسیاب انداخت. اما مهوش تیز خود را به دست گرفت. ساربان، تنها به خلق و لطف نتوان گرفتن صید زیبا را. تنها سیم و زر است که به رقص آورد مسیحا را. گفتم: سیم و زر چی؟ در این راه جانم را فدا می کنم. جانت به خودت نصیب کند. جوان هستی. عشق شما مردها از نوگ زبان کمی تا به جای نهان است. آن هم مثل کارد تیز بزودی کن می شود. گفته قاه قاه خندید و تیز دهانش را به دستش پوشید. گفتم: اپای مهوش، چی می فرمایی؟ بگوی آن کنم. گفت: بهوش آی، من دوای عیسی را گفتم. چی؟ تو نمی دانی که تمامی بایهای شگنا تیارند طلای روی زمین و زیر زمین این دیار را برای خرامان عطا کنند؟ تو چی؟ به همان دو برگکت می خواهی؟ گوی اپای مهوش، چقدر زر؟ های بای بچه، حالا که زمانه ناامن و همه پهن و پریشان است، همگی دو مشت، فقط از همان برگک ها مشت های نازکی سب سفیدش را نشان داده، اما زود اندازه زر را حساب کرده. های، نه به این مشت های من، به مشت های خودت، آمیرانه گفت و یک تبسم چون جلوه‌ای که گویا از مهپاره برون آمده باشد کرد و ادامه داد: وقتی زمانه آرام شد، به اندازه یک تاقی فقط از همین زر. فهمیدی صغیره؟ شرط آخران را ابراز داشت مهوش. من که فهمیدم کار با زر به کام می آید، گفتم: راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. اکنون رو، از پس کارت شو، شب آواز دور می رود. بسیار گپ زدیم که اینجا صلاح نیست. خیر و خوش کرد مهوش. بزاری گفتم: اپای مهوش، نمی شود که اقلاً یک بار روی خرامان را ببینم؟ گفت: ای بای بچه، نه تنها رویش را بلکه مویش را نمی بینی. اگر با سخنی گویی، فراموش نکن که به خرامان طلبگارهای تیلادار از کلوله های سنگاوی خینگاو زیادترند. این سخنی مهوش علمی مرا باسم زیادتر کرد. آخر به من دولت و سولتی که همکنون صاحب شدم من هم می توانستم گویم: اگرچه هست گولت را، چون من هزار مرا به دست نه آید چون او نگار. علاجم چیست که آخر من به این درد بیدوا گرفتار شدم و اکنون منت خاک دری تو را می کشم
تا به هوش آمدم دیدم محوش گویا قصه پری افسانوی باشد، چون آفتابی بود که پس کوه قاف می درآید. از نظرم ناپدید گردید و در دلم شعله آن زیبایی های آدمی باقی ماند. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم ششم.